السلام علیکم بینندگان کانال آموزشی رفزنه معرفت. میخواهم یکی از مثالهای متمتیکی را که در المپیاد ریسپوبلیکوی سال 2018 آمده بود حل آن را همراه شما دیده برایم. شرط مسئله چنین است که شما مساحت ترپیتسی را یابید که با گرافیکی فونکسیاهای y برابری مودول x minus 1 جمع مودول x پلوس 5 و y برابری 13 محدود باشد. پیش از همه گرافیکی مودول y برابری مودول x minus 3 و جمع مودول x پلوس 5 را فونکسی بالا را میسازیم. برای این چی کار میکنیم؟ ما اولا نقطه های نولی میابیم برای هر یک مودول، یعنی x minus 4 را برابری 0 و x پلوس 5 را برابری 0 کرده میگیریم و از اینجا معلوم میشود که x برابری 4 و x برابری مینوس 5 بوده است. همین 4 و مینوس 5 تیر عددی را به سه فاصله جدا میکند. از همه قیمت هایی که از مینوس 5 خورد هستند و آن قیمت هایی که از مینوس 5 تا 3 هستند و اینچنین آن قیمت هایی که از 4 تا پلوس بیاخیر از 4 کلان هستند، یعنی فاصله سیوم از عددهای از 4 بالا. پس از آن که به سه فاصله جدا کردیم، در فاصله یکم یعنی عددهایی که از مینوس 5 خورد هستند دیده میبریم. در فاصله یکم هر دوی مودول هم منفی است، پس از روی قیمت منفی مودول ها را میکشاییم و بعد جمع و ترک کردن این به مینوس 2x مینوس 1 برابر می شود. در فاصله دوم باشد از مینوس 5 تا 4 مودول یکم را از روی علامت منفی و مودول دوم را از روی علامت مثبت میکشاییم و این به 9 برابر می شود. در فاصله سوم باشد یعنی عددهایی از 4 بالا مودول را وقتی که میکشاییم هر دو مودول هم مثبت هستند، هم x minus 4 هم x plus 4، یعنی که چگونه که هستند همین خیلی تحت مودول میبراریم این به 2x plus 1 برابر می شود. انا اکنون به گرافیک اهمیت دید محترم بینندگان. ما در نقطه از مینوس 5 بالا در نقطه های از مینوس 5 پایان من این نقطه هست. در این نقطه گرافیک ما به مینوس 2x مینوس 1 برابر است. گرافیکی من این خطی راست تا نقطه مینوس 5 و از نقطه مینوس 5 تا 4 باشد گرافیک ما y برابری 9 می شود. و در نقطه از 4 تا در فاصله از 4 تا به آخر این گرافیک به من این خطی راست برابر می شود. پس گرافیکی y برابری مودول مینوس 4 پلوس مودول x پلوس 5 چنین بوده است. محترم بینندگان اکنون گرافیک y برابری 13 را میکشیم، تصویر میکنیم. گرافیک y برابری 13 ما این خطی راستی است که به تیری ابسیس پارالل بوده از نقطه اوردینات 13 میگذرد. پس هر دو گرافیک در برش خود ترپیتسی حاصل میکنند، یعنی که این ترپیتسی ABCD است. اکنون مساحت آن را میابیم. بینندگان عزیز به ما معلوم است که پارچه AB ما از 4 تا مینوس 5 یعنی درازی آن به 9 برابر است، یعنی که پارچه AB به 9 سانتی متر برابر است و پارچه CD باشد. پارچه CD یعنی اساس دیگری ترپیتسیا پارچه CD به 13 سانتی متر برابر است. این از گرافیک به ما معلوم است 13 سانتی متر برابر است. اکنون بلندی ترپیتسیا باشد. بلندی ترپیتسیا یک بار دیگر به گرافیک اهمیت میدیم. من بلندی ترپیتسیا از 13 تا 4
یعنی از 13 تا 9 هم میبخشید، یعنی که بلندیش 4 سانتی متر است. 4 واحدی درازی، ضرور نیست که ما بگیم که سانتی متر، بگذار سانتی متر. پس مساحت ترپیچ رو از روی فرموله ا جمع ب تقسیم 2 یعنی به نیم سوم اساس ها بر بلندی برابر است. چنانه که ما میدونیم مساحت ترپیچ به نیم سوم اساس ها بر بلندی برابر است. و از روی این فرمول میابیم 13 جمع 9 تقسیم 2 مساحت ما به 44 سانتی متر کوادراتی برابر است. راه دوم حل نیز وجود دارد محترم بینندگان. راه دوم حل همین که اولا ما مساحتی این قسمی ترپیچ رو میابیم، بعدا ما منی مساحتی راستگونجه رو میابیم، مساحت راستگونجه رو، و اخیرا باز این قسم دیگر رو میابیم. بعد هر سه آن رو جمع مینماییم، مساحتی پوره ترپیچ ما میبراید با استفاده بردن از فرموله نیوتن لیبنیتز یا که اینتگرالی معین. و راهی حل را من به شما پیشنهاد میکنم، با دقت توجه میکنیم. یعنی که مساحتی حدود یکمی که من اشاره کردم با روشکه سرخ، این مساحت ما از -7 تا -5 حدود دارد و تیر ایگریک برابر 13 در بالا و خط -2x -1 در پایان میخوابد. همین طور هست. پس مساحت آن به من این چیز برابر است. اگر که اینتگرالی معین رو به خاطر بیاریم، مساحت راستگونجه ما به چی برابر است؟ نگاه کنید. من اینجا راستگونجه حدودهای راستگونجه ما از -5 تا 4، از -5 تا 4 اینجا مساحت راستگونجه ما با خطهای y برابر 13 و y برابر 9 محدود است در حدودهای از -5 تا 14. یعنی وقتی این اینتگرالی معین را حساب میکنیم مساحت راستگونجه میبراید و باقی ماند قسمی اخیرین ترپیچ. من این مساحت ما از 4 تا 6 حدود دارد. حدود پایانیش 4، حدود بالایش 6 و با گرافیک y برابر 13 و گرافیک y برابر 2x -1 محدود است. ما گفته میتونیم که هر دو این قسمی ترپیچ ما مساحتی اخیله دارد. این حساب نکنیم هم میشود، لیکن برای باز هم واضح شدن ما این حساب نمودیم. نگاه کنید این قسمی اینتگرالی معین. پس موافقی فرمول نیوتن لیبنیتز مساحتی ترپیچ رو میابیم. باقی من دیگر سخن رو دراز کردنی نیستم، فقط اینجا قوس ها از یاد برآمده است. اینجا به قوس حتما گذاشتن ما ضرور، چون که حدودها به درونی قوس. باقی این طرف به فکرم کاری دشوار نیست. حدودهای بالایی را به جای x میگذاریم و از آن ترک کرده میپرتاییم قیمت فونکسیون رو هنگام حدود پایانی. همین طور همین آن را حساب میکنیم یک بار دیگر و ما میبینیم که مساحت ترپیچ ما 44 سانتی متر کوادراتی بوده است. این راه دومی حل. یک بار دیگه به گرافیک ما با دقت توجه میکنیم. یعنی گرافیک y برابری مودول x -4 جمع x + 5 چنین شکل داشته است و گرافیک y برابری 13 چنین شکل داشته است. هر دوی آنها در بوریش هر دو گرافیک ترپیچ را تشکیل میکنند. ما همین مساحت را S را حاضر یافتیم. من باوری دارم که درس ما برای شما خیلی فایده ناک بود و از این بهره بردید و با ما بمانید، با ما ابونه شوید به کانال ما، بیشتر لایک گذارید و در کامنتار فکر و عقیده های خود را نسبت کانال ما و یا که درخواست و پیشنهادهای خود را نسبت کانال ما نویسید. حتما با ما بمانید. خدا حافظ تا درس های دیگر.